قحطی بزرگی که تو منطقه داچ به وجود میاد. تو این قحطی خیلی شدید بعداً تحقیقاتی که کردن دیدن که مادرایی که توی اون زمان باردار بودن، بچه‌هاشون که به دنیا آمدن همه گرایش خیلی شدیدی داشتن به اوبیسیتی و چاقی مفرط. این گرایش نه تنها تو فرزندان نسل اول اون مادرها دیده شده، بلکه حتی تو فرزندان نسل‌های بعدی هم دیده شده. خب اون مادر چه تغییری توی بدنش به وجود اومده؟ تو بیان ژنی ژنومش به وجود اومده؟ تو شرایط قحطی مفرط بوده، بدنش این تصمیم رو گرفته که آقا تو هر چی پیدا میکنی و باید بخوری، از هیچ قندی نگذر، از هیچ چربی نگذر، چون اینا هیچ کدومشون پیدا نمیشن و هر کدومش میتونه معنای مرگ و زندگی داشته باشه واسه تو. این چیزی بوده، این تغییری بوده که نه تنها تو خود بچه‌هایی که اون موقع در شکم مادر بودن ایجاد شده، بلکه حتی به پایداری تمام تا چندین نسل بعد هم منتقل شد.